این قرآنی که شما تلاوت میکنید کتاب هدایت است، کتاب هدایت. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. همه به هدایت احتیاج داریم. کتاب ذکر است. ذکر یعنی ازاله غفلت. ما غالباً دچار غفلتیم. آحاد بشر غالباً معلومات خودشون را هم از یاد میبرند و دچار غفلت میشن. قرآن کتاب ذکر است، ضد غفلت و مزیل غفلت.